الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز که ما پیش از ماه رمضان قرار داریم، چند روزی به شمار مونده است. چند توصیه میدیم به خاطر آمادگی به این ماه مبارک. اول، توبه صادقانه انجام دادن. واجب است برای هر یک انسان در هر وقت که به سوی الله همیشه از گناه ها، از خطاهای گذشته اش توبه کند. خاصتا پیش از این ماه مبارک انسان بین خود و بین الله چقدر گناهی که باشد که اون پوشیده است، نمازهای را قضا کرد و به دیگر گناههای پنهانی، خطاهای پنهانی راه داد، باید به سوی الله توبه کند. یا گناه و خطاگی هایی که بین اون انسان و بین مردم است، اگر غیبت کرده باشد، اگر مردم را با دست آزار داده باشد، با زبانش غیبت، تهمت، بدگویی کرده باشد، دشنام داده باشد، از حقهای مردم از اونها بخشش پرسد، به سوی الله توبه کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توبوا الى الله جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله ذوالجلال در این آیه کریمه می فرماید: ای مؤمنان همگان به درگاه الله توبه کنید، باشد که رستگار گردید. دوم، دعا. از بعض اهل سلف گذشتگان روایت شده است که آنها 6 ماه پیش از ماه رمضان به خاطر رسیدن به این ماه مبارک دعا میکردند: اللهم بلغنا رمضان، ای الله ماه مبارک رمضان را به ما برسان. بعد از گذشتن ماه رمضان باز 5 ماه دیگر دعا میکردند تا که الله از آنها قبول فرماید: اللهم تقبله منا، ای الله این ماه مبارک از ما قبول بفرما. سیوم، خرسندی کردن به این ماه مبارک رمضان، که انسان مؤمن باید به آمدن این ماه مبارک خرسند شود که این نعمتی بزرگ از جانب الله به خاطر بخشوده شدن گناهان انسان است. این موسمی است که انسان در این موسم میتواند چقدر طاعت و عبادت جمع کند، چقدر خیر و احسان کند، تا که فضیلت و ثوابش در این ماه زیاد است، تا که به رحمت الله نائل شود. ماه است که در این ماه درهای جنت گشاده می شود و درهای دوزخ بسته می شود. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگو به فضل الله و رحمت او خرسند شوند، زیرا این دو یعنی فضل و رحمت الله از هر چی جمع میکنند بهتر است. چهارم، اگر انسان پیش از ماه رمضان از رمضان گذشته روزه قضایی داشت، روزه واجبی که بر سر اون از نذر و از فرض و از واجب در سر انسان قرض بود، باید تا رسیدن ماه مبارک رمضان اون روزه را از سر خود ادا کند، یعنی روزه بگیرد. پنجم، به علم توشه جمع کردن، یعنی انسان باید پیش از ماه رمضان به خاطر که برای انسانی که مسلمان است و روزه میگیرد، پیش از این ماه مبارک دانستن این رکن اساسی اسلام که یکیش روزه است، از 5 رکن اسلام، باید با داشتن روزه علم داشته باشد. یعنی باید بداند که روزه از کدام ساعت، از کدام وقت تا کدام وقت برای اون فرض است، از صبح تا شام، از
دمیدن صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب و باید در حالت روزداری چی کارها را انجام ندهد، چی کارها برای وی مانند خوردن و نوشیدن و بازن هم خواب شدن برای اون منع است، باید اینها را بداند. یعنی دانستنش فرض است، باید این را تعلیم بگیرد. ششم، باید اون کارهایی را که پیش از ماه مبارک رمضان انجام میداد، به خاطری که در این ماه مبارک انسان را از طاعت و عبادتی که در ماه رمضان انجام میدهد باید موقتا منع کند. انسانی که آشخانه دارد، چایخانه دارد یا جای پیتزا پختن دارد، وقتی که ماه مبارک میرسد اگر در قدرت و توانش باشد کوشش کند که موقتا تا برآمدن این ماه مبارک از پختن طعام و دادن چای و هر مواد خوراکه به انسانهای روزخور باید باز استاد، زیرا این اگر قصدن این کار را کند در نزد الله جوابگری دارد، زیرا که الله ذوالجلال میفرماید و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و در کارهایی که در آن کارها ترس الله است و کارهایی که تقوا است به یکدیگر کمک کنید، در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنید، اما در کارهای گناه و دشمنی به یکدیگر کمک نکنید. اگر یک دو نفر انسانهای معذور که روزه خوردن برای اونها اجازت است، اگر در اون آشخانه یا چایخانه بیایند طعام و چای بخورند و بنوشند، صدها نفر دیگر به عذر انسانهایی که تن سالم دارند میایند روزه خود را میخورند و ما برای اونها طعام پخته میکنیم، چای میدیم. در نزد الله با موافق فتواهایی که در کتاب ها آمده است انسان گناهگار می شود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله ذوالجلال می فرماید که و هر شخصی که از الله تقوا کند در هر امور، حتی در این که در ماه این مبارک رمضان انسان شاید فکر میکند که من در این ماه اگر آشخانه خود را کشاده مانم و چایخانه خود را کشاده مانم چقدر پول درآمد میکنم، اما الله میگد اگر تو برای ترس من از من ترسیدی و اون چایخانه یا آشخانه خود را بسته کردی، من برای تو از دیگر جا رزق تو را میرسانم، از راه دیگر مشکلی که داری، قرضدار هستی یا که دیگر مشکلی داری، برآمدن را برای تو آسان میکنم، از جای برای تو روزی میرسانم که در فکر و خیالت نیست. هفتم، با همراهی اهل و بیت زن و فرزندان نشسته احکام روزه را برای اونها فهموندن در کار و طفلهایی که از سن بلوغ پایین هستند با اونها هم روزه داشتن را فهموندن در کار تا اینکه آنها هم عادت کنند. هشتم، آماده کردن بعضی از کتاب‌های اسلامی تا اینکه انسان در ماه مبارک رمضان از بازی‌های بیهوده‌ای که در ماه مبارک رمضان وقت انسان را می‌گیرد و ثواب روزه را از انسان نابود می‌کند، بهتر است که انسان کتاب خواند تا که علم گیرد، تا که ثواب به دست بیارد، یا که در مسجد برده بعضی کتاب‌های قرآن یا که بعضی کتاب‌های دینی برده ماند تا نفر خواند و ثوابش به این انسان برسد. نهم، روزه گرفتن در ماه شعبان پیش از ماه رمضان. هر کسی که این روزها را چند روز روزه گرفت ثواب زیاد را کسب کرد انشاءالله. اما یک روز پیش از ماه رمضان روز شک در حدیث منع آمده است برای انسان روزه گرفتن. فقط انسان میتواند که عادت داشته باشد روزهای دوشنبه و پنجشنبه که همیشه روزه میگیرد، یا که روزه قضایی دارد یا که روزه نذر دارد اون را روزه میگیرد و بغیر اون دیگر انسان ها باید از روزه داشتن روز شک یک روز پیش از ماه رمضان است خودداری کنند. دهم،
قرائت قرآن چی پیش از ماه مبارک رمضان و چی در ماه مبارک رمضان که گذشتگان بعضیشان ماه شعبان را ماه قاری های قرآن می نامیدند که در این ماه زیاد تلاوت قرآن می کردند. رسول اکرم علیه السلام در حدیث فرمودند من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف و میم حرف. روایت امام ترمذی. حضرت علیه السلام گفتند هر انسانی که هر مسلمانی که یک حرف از کتاب الله از قرآن الله تلاوت کند برای اون انسان برای همون حرف تلاوت کرده شدهش قرائت کرده اش 10 حسنه است، 10 نیکی است، 10 ثواب است و هر حسنه هر نیکی به 10 برابر زیاد است. یعنی هر یک حرف 10 ثواب دارد، 10 نیکی زیاد کرده می شود، در نام اعمالش نوشته می شود. گفتند من نمی گویم که وقتی که قرائت میکنی الف لام میم تو یک حرف قرائت کرده باشی و 10 ثواب گرفته باشی، نه، ولیکن در قرائت الف 10 ثواب گرفتی، در قرائت لام 10 ثواب گرفتی و در قرائت میم 10 ثواب دیگر گرفتی. در جمع برای الف لام میم گفتنت 30 ثواب کسب کردی. انسان‌هایی هستند خصوصا مادرها و خواهرهای هستند که در خانه نشسته در این ماه مبارک رمضان چقدر قرآن تلاوت میکنند، از تماشای سریال و فیلم های ترکی و هندی با قرآن مشغول هستند. الله علمشون زیاده کند و حافظه های قرآن شوند. و برادران و دوستان هم هستند که زیاد با تلاوت و قرائت قرآن مشغول هستند. خوشا به حالشان. چقدر در این ماه مبارک رمضان ثواب و فضیلت کسب میکنند. الله مهربان در این ماه مبارک رمضان ما را از کارهای بیهوده، از کارهای لهو و لعبی که ما را از عبادت خودش مشغول می‌سازد، از تماشای فیلم و از تماشای چیزهای بیهوده در اینترنت و غیر اینترنت با عبادت خودش مشغول بسازد. همیشه دعا کنیم اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ای الله، بار اله کمک کن من را بر اینکه ذکر تو را کنم و شکر تو را بجا بیارم و عبادت تو را نیک انجام دهم. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.